از اونجا که کل اینستاگرام پر شد از دبی چاکلت گفتیم که درست کنیم، ولی ورژن رژیمی و سالمش رو. مواد اولیه و طرز تهیه رو براتون داخل کپشن گذاشتم. فقط نکته‌ای که مهمه اینه که شما شکلات رو که میریزین باید کل سطح قالبتون از شکلات پر بشه، به خاطر اینکه زمان که فریزر در میارید ممکنه که شکلاتتون بشکنه. پس سعی کنید به این شکل کامل کل قالبتون از شکلات پوشیده بشه. برای داخل شکلات من از کره نارگیل و کره بادوم درختی به جای کره پسته استفاده کردم. باید تست کنید که متوجه بشین من چی میگم از طعمش و لذیذ بودنش. یعنی وقتی میخورین دیگه نمیتونید این شکلات رو بذارین زمین. برای شیرین شدنش از عسل استفاده کردین، ولی شما میتونید از شیرین کننده مثل شیر انگور هم استفاده کنید و از طبق سلیقتون شیرین ترش بکنید. وقتی همه این مواد رو با هم ترکیب کردیم، این مواد ترکیب شده رو روی شکلاتمون میریزیم. فقط نکته مهم اینه که باید خوب اینا رو فشار بدین که یک دست رو منسجم بشن و دوباره روش رو با شکلات پر میکنیم و داخل فریزر میذاریم. ما از شکلات تلخ 83% استفاده کردیم که بتونیم اون سالم بودنش رو داشته باشیم. اینم از شکلاتمون واقعا بی‌نظیره، یعنی باید تست کنید، طعمش رو بچشید. بافتش و خوشمزگیش عالیه. من خودم عاشق طعم شکلات با نارگیل شدم چون مثلا طعمش خیلی جدید بود. حتما درست کنین، خیلی ساده است، اصلا سخت نیست و نوش جان.